یه سوال ازت دارم. تا حالا فکر کردی اگه امشب بخوابی و فردا صبح بیدار نشی خانوادت میخوان چطوری اجاره خونه‌شون رو بدن؟ اگه مورگیج داری چطوری مورگیجشون رو بدن؟ بچه‌ها چطوری برن مدرسه و هزینه‌های زندگیشون از کجا بیارن؟ من آیدا قری هستم، مشاور مالی و بیمه در کانادا. امروز میخوام تو این ویدیو راجع به موضوعی باهات صحبت کنم که شاید مهمترین تصمیم مالی زندگی در کانادا باشه. بذار یه چیزی باهات در میون بذارم. طبق آمار رسمی کانادا بیش از 60% خانواده‌ها اگر نونآور خانواده رو از دست بدن در کمتر از 3 ماه با بحران مالی جدی روبرو میشن. ما ایرانی‌ها یه ویژگی داریم، خیلی سخت کار میکنیم، خودمون رو واسه بچه‌هامون میکشیم و پس انداز میکنیم، ولی فکرش هیچ وقت نمیکنیم اگه یه روزی ما به عنوان پدر مادر نباشیم نتیجه این زحمتامون چی میشه. یه دوستی داشتیم، یه آقای 40 خورده ساله، متاسفانه شب خوابید و صبح بیدار نشد. 2 تا بچه کوچیک و یه مورگیجی که 20 سال ازش مونده. انقدر سالم و سرحال بود که هیچ کدوممون فکر نمی‌کردیم حالاها براش اتفاق بیفته. و نکته ناراحت کننده این موضوع اینه که بعد از فوت ایشون خانواده‌اش خونه رو از دست دادن، چون که هیچ بیمه‌ای نداشت. فکر می‌کرد هنوز خیلی جوونه و زوده. امروز می‌خوام براتون توضیح بدم که بیمه عمر ترمیک چیه و چرا انقدر مهمه. بیمه عمر ترمیک یکی از ساده‌ترین و مستقیم‌ترین انواع بیمه‌های عمر هست. تو یه مبلغ پوششی رو انتخاب می‌کنی، مثلا $500,000 یا $1,000,000 و برای یک زمان مشخصی، مثلا برای ترم 10 ساله یا 20 ساله. به این صورت عمل میکنه که در طول این ترم اگر خدای نکرده برای تو فوتی اتفاق بیفته، اون مبلغ پوشش رو بدون کم و کسر به خانوادت میده و هیچ مالیاتی هم به اون تعلق نمیگیره. این بیمه سرمایه گذاری نیست و هیچ بازدهی بهت نمیده، ولی مهمترین موضوعی که بهت میده یک آرامش ذهنیه. و بهترین نکتهش چیه؟ قیمتش خیلی کمتر از چیزیه که فکرشو بکنی. یکی از سوالای خیلی مهم که همیشه براتون پیش میاد اینه که چقدر باید پوشش بگیرم. این بستگی به خیلی چیزا داره، مثل لایف استایل شما، بچهای کوچیکی که دارین، مورگیجی که دارین، یا مورگیجی که میخواین در 5 سال آینده بگیرین. توی مشاوره رایگانی که با کلاینت‌ها میذارم، شرایط شخصی و خانوادگی هر کسی رو بررسی میکنم تا ببینم به چه مقدار پوشش نیاز دارن. بذار 2 تا مثال واقعی برات بزنم که دقیق‌تر متوجه بشی. مثلا یه آقای 32 ساله نان اسموکر که $70,000 درآمد سالانه‌شه و خانمش هم به صورت پارت تایم کار میکنه با یه بچه کوچیک. اگر خدای نکرده فوتی برای ایشون پیش بیاد، مبلغ پوشش ایدئال برای بیمه عمر ترمیکش $750,000 تا $1,000,000 که بچهش راحت بتونه بره دانشگاه و مورگیج خونه رو پیاف کنن و خانمش بتونه کامل هزینه‌های زندگی رو تا یه مدتی پرداخت کنه. حالا فکر می‌کنی حق بیمهش چقدره؟ $100 $200؟ نه بابا، حق بیمهش فقط $50. یه بیمه عمر ترمیک 20 ساله. یه مثال دیگه براتون بزنم. مثلا یه خانم 40 ساله که حدود $120,000 درآمد سالانه داره. 2 تا بچه کوچیک داره که همسرش هم کار میکنه با درآمدی کمتر از درآمد ایشون. $600,000 مورگیج دارن. پوشش ایدئال برای این خانم $1,000,000 تا $1,200,000. حالا حق بیمه برای ایشون چقدر میشه؟ اگر بخوایم یه بیمه عمر ترمیک 20 ساله بگیریم با پوشش $1,000,000، حق بیمه ماهانش فقط ماهی $60 که میشه حدوداً روزی $2. حالا الان میخوام صادقانه جواب چند تا سوالی که ممکنه ذهن تو هم درگیر کرده باشه بدم. یه سریاتون فکر میکنین بیمه عمر گرونه، ولی بهتون تو مثال گفتم برای آدم جوان 30 تا 40 ساله هزینه ماهانه بیمه عمر ترمیکش از پول یه شب شام بیرون کمتره، ولی در ازاش برای مبلغ خیلی بزرگی مثل $500,000 تا $1,000,000 پوشش داری. یه سریاتون هم میگین هنوز جوانم و برای بیمه عمر خریدن خیلی زوده، ولی اینو در نظر داشته باشین که چون جوانین حق بیمه‌تون خیلی پایین میشه و مسئله مهمتر اینه که شما الان از نظر سلامتی اوکی هستین و بیمه‌تون تایید میشه. ممکنه با کوچکترین مشکل سلامتی فردا دیگه نتونین بیمه بگیریم. یه سریاتون میپرسین حالا ترم چند ساله بگیریم؟ اگر از نظر مالی شرایطتون هنوز استیبل نیست یا استاتوستون در کانادا هنوز دائمی نشده، یه ترم 10 ساله بهترین انتخابه. هم ارزونه، هم دیگه خیالتون رو از بابت مدیکال چک راحت میکنه و بعداً میتونین اونو تبدیل به هر نوع بیمه عمری بکنین بدون اینکه از نظر مدیکالی بیمه چکتون کنه. یه مثال براتون بزنم. یه خانم 30 ساله که بیمه ترمیک 10 ساله خریده، اگر 2 سال دیگه خدا نکرده به دیابت مبتلا بشه و بخواد بیمه‌ش رو تبدیل به بیمه عمر دائم بکنه، دیگه کمپانی بیمه سلامتش رو چک نمیکنه و این یه نکته خیلی ارزشمند برای همه ماست.
خیلیاتون میپرسین بیمه ترم 10 ساله قابلیت تبدیل به بیمه های عمر دیگر رو داره؟ باید بگم بله، بیمه ترم 10 ساله رو میتونیم به ترم های طولانی تر و یا حتی بخشی از اون پوشش رو به بیمه عمر دائم تبدیل کنید بدون اینکه از نظر سلامتی چک بشید. اگه تو هم این ویدیو رو تا اینجا دیدی، مطمئنا این سوال تو ذهنت پیش اومده که چقدر کاورج نیاز داری و حق بیمه ماهانت چقدر میشه. اطلاعاتتو توی فرم پایین برامون وارد کن تا 24 ساعت آینده باهات تماس میگیریم تا مشاوره رایگان تو تنظیم کنیم. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و به خدا میسپارم.